درود بر شما، وقت بخیر. ما برای اینکه در مسیر اتصال آستین به حلقه لباس با مشکل مواجه نشیم و تنخور نهایی آستین خوش فرم به دست بیاد، باید در مرحله الگوسازی کنترل حلقه الگو و آستین رو انجام بدیم و به تناسب نیاز اصلاحات لازم رو لحاظ کنیم. در مرحله رسم الگوهای پایه به یک نکته بسیار مهم باید توجه کرد. ما به تناسب مدل مد نظرمون میزان آزادی که از سمت پهلوی الگو باید لحاظ بکنیم رو در نظر میگیریم. مثلا اگر قرار باشه یه لباس فیت دوخت بکنیم که کاملا جذب بدن باشه، در اون حالت شاید حتی میزان آزادی از سمت پهلو 0 باشه. اما اگه قرار باشه یه شمیز ساده یا یک مانتو یا یک لباس مجلسی که خیلی جذب تن نیست و یه مقداری آزادی رو داره بخوایم دوخت بکنیم، یه میزان آزادی رو برای قسمت پهلو در نظر میگیریم. ممکنه نیم سانت، 1 سانت یا کمی بیشتر باشه. در صورتی که بخوایم یک پالتو دوخت کنیم یا یک کت آزاد دوخت بکنیم، اون موقع میزان آزادی که میخوایم لحاظ بکنیم قطعاً بیشتر خواهد بود. وقتی شما از سمت پهلوی الگوتون آزادی هایی رو لحاظ میکنید که این قسمت خط پهلو رو میکشه به سمت بیرونتر، در مسیر خط سینه روی هلال حلقه شما تأثیر خواهد داشت. یعنی مسیر هلال حلقه شما رو بیشتر میکنه. فرض کنید اگر این حالت فیت لباس باشه، من اگر بخوام برای یک پالتو یا یک کت آزاد حلقه‌مو بیارم توی این قسمت قرار بدم، مثلا این میزان آزادی رو براش لحاظ بکنم، خب طبیعتاً همین میزان آزادی که اینجا لحاظ کردم به خط حلقه‌م اضاف میشه دیگه. حالا حتی اگر فرم حلقه‌م هم یک کمی تغییر پیدا کنه، باز هم فضای بیشتری رو انگار برای حلقه من به وجود آوردم. حالا نکته قابل توجهش اینه که شما به تناسب میزان آزادی که اینجا لحاظ میکنید، به تناسب اون مدلی که میخواید براش الگو سازی بکنید، باید آستینتون هم دور بازوش رو اون میزان آزادی رو براش در نظر بگیرید تا این آستین به این لباس بخوره. منظورم اینه که اگر شما مثلا خواستید یه پالتو دوخت بکنی و این قسمت پهلو رو اومدید آزادی براش در نظر گرفتین، نباید آستینی براش دوخت بکنید که فیت بازو باشه. اصلا از لحاظ دوختی کلا به مشکل میخورید. ولی در کل آستین شما باید برای این الگو با این میزان آزادی که لحاظ شده، آزادی آستینتون هم یه تناسبی باهاش داشته باشه تا از لحاظ رسم الگوی پایه کلا مسیر درست پیش رفته باشه. اگر شما الگوی پایه آستینتون رو، این موردی که گفتم و براش در نظر نگرفته باشید و میزان آزادی دور بازوش به تناسب نیاز و مسیر الگوی بالاتنتون در نظر گرفته نشده باشه و خیلی کوچیک باشه، اون موقع توی ادامه آموزشی که الان میخواید ببینید و اصلاحاتی که در ادامه برای کنترل کردن این قسمت باید انجام بشه، با چالش زیادی مواجه میشید، چون اصلا الگوی پایتون درست رسم نشده. پس اینکه شما اول الگوی بدنه کارتون رو به درستی رسم کرده باشین، میزان آزادی ها رو درست در نظر گرفته باشین، خیلی اهمیت داره. و بعد از اون اینکه آستینتون رو از لحاظ اندازه عرضی دور بازوش درست در نظر گرفته باشین و بازم به تناسب میزان آزادی هایی که برای لباستون لحاظ میکنید یه میزان درستی فضا برای دور بازو گرفته باشین و الگوی آستینتون هم درست رسم کرده باشین، بسیار بسیار مسئله مهمیه. برای کنترل حلقه و آستین ما احتیاج به 2 تا اندازه‌ای داریم که روی خود این الگوها باید بگیریم. اولین اندازه‌ای که احتیاج داریم بعد از رسم الگوی آستینمون هست که اینجا در قسمت بالا از اینجا که کف حلقه آستینمون به حساب میاد، به صورتی که متر ایستاده باشه باید اندازه گیری کنیم تا برسیم به تاج آستین تا سمت مقابل. این مسیری هستش که متر ما باید به صورت ایستاده طی کنه. این که میگیم متر ایستاده منظورمون اینه، یعنی شما به این شکل متر رو قرار میدین
دور تاج آستین تا سمت مقابل رو اندازه میگیرید. دقیقا لبه این الگوتون رو باید اندازه بگیرید چون وقتی میاید داخل فضا کمتر میشه، اگه برید بیرون فضا بیشتر میشه. دقیقا لبه الگوتون متر رو قرار میدین و اندازه میزنید. تا این سمت کف حلقه ببینید چقدره. هر عددی که بود روی خود الگوی آستینتون بنویسیدش. حالا ما با این مترها اندازه میزنیم، اما یه مترای جدیدی هم اومده، متر ژله‌ایه که خودش یه قطری داره، میتونی راحت بذاری روی این قسمت و اندازه ها رو بگیری. حالا نه تنها برای این قسمت، برای جاهای دیگه هم کاربرد داره که میخوای متر حالت ایستاده باشه. میتونید از اون مترای ژله‌ای هم تهیه کنید اگه دوست داشتین. پس این میشه اولین اندازه که ما روی الگومون میگیریم. حالا شما فرض کنید من اینو اندازه زدم شده 50. فرض کنید عدد ثابت نمیدم دارم یه عدد فرضی میگم که بتونم ادامه آموزش براتون توضیح بدم. برای هر شخصی به تناسب اون الگویی که برای آستینش میکشید یا برای هر سایزی به تناسب اون اندازه‌ای که استفاده میکنید، این عددی که اینجا به دست میاد ممکنه متفاوت باشه. فرض کنید شده 50. این عدد 50 که اینجا من نوشتم میشه اندازه آستین. این که من میگم آستین برای اینکه خلاصه مفید باشه. این خود کل این میشه الگوی آستین. خب ولی الان اینجا میشه حلقه و تاج آستین. ما برای اینکه توی آموزش دادن اصطلاح خلاصه رو استفاده کنیم دیگه بهش میگم آستین. شما بدونید منظورم چیه. منظورم اینجا، از اینجا تا اینجا. اندازه‌گیری بعدی که باید انجام بشه روی الگوی شما هست. ببین شما باید مسیر الگو سازیتون تا مرحله پیش رفته باشه که اون مسیری که میخواید حلقه ها رو اندازه بگیرید دیگه کامل کاراش انجام شده باشه. مثلا ممکنه برشتون عصایی باشه، ممکنه برشتون از سرشانه باشه، ممکنه یه طراحی خاصی داشته باشه. اینا همش باید انجام شده باشه و این مسیر حلقه الگوهای شما دیگه آماده اندازه گیری باشه. حالا این منظورم چیه؟ ببینید الان مثلا اگر توی الگوی پشت قرار باشه این ساسون سرشانه رد بشه به هر دلیلی، خب اینجا دیگه شما باید انتهای سرشانه رو بیای داخل، ساسون سرشانه رو رد بکنی. این میشه حلقه جدیدت. اگر قرار باشه از این ساسون سرشانه استفاده کنی برای برشت، خب دیگه حلقت میشه همینی که سر جای خودش هست. این درست نیستش که شما بیاید اول مثلا تصور کنید قرار این ساسون سرشانه رو رد کنید. خب اول بیاید بر حسب این حلقه اصلیتون، حلقه اولیه الگوتون، بیاید کنترلتون رو انجام بدین. بعدن که کاراتون تموم شد اون وقت بخواید اینو ببرید جابجا بکنید. این اشتباهه. یعنی باید این حلقه دیگه حلقه نهایی شما باشه. هر کاری که می‌خواستین رو الگو انجام بدین باید داده باشه. این یک مورد. برای قسمت جلو هم باز همینه. یه وقتایی ما مثلا میخوایم برش عصایی رسم بکنیم. اگه قرار برش عصایی رسم بکنی 5 تا انتقال پیدا کنه، هر کاری که لازم هست دیگه باید انجام شده باشه. حتی اگه برش عصایی رسم بشه و این لبه کار رو جدا بکنید کلا تو مسیر الگو سازیتون، برای اینکه بتونید حلقاتون رو کنترل کنید به آستینتون، این تکه رو میچسبونیدش کنار هم دیگه، حلقتون رو متر میندازید، کنترل میکنید. حالا اصلاحاتی که در ادامه میگم انجام میدید، بعداً میچینیدش، دوباره جداش میکنید. برای اینکه کنترل حلقه و آستین رو انجام بدین، توی مسیر حلقتون دیگه شما نباید پنسی داشته باشید، نباید لقی وجود داشته باشه. اینا همش باید بسته شده باشه. یا گفتم بهتون اگر احتیاجشون هم دارید، یه چیزی مثل برش عصایی احتیاجشون دارید، علل حساب موقع انجام این کار، موقع کنترل کردن اینا رو بچسبونید کنار هم که اون حلقه به صورت خالص، به صورت یک تکه وجود داشته باشه. اینجا کنترلاتون رو انجام بدید، بعدن اون فضاها رو یا دوباره برگردونید سر جاشون یا حالا ادامه کارتون رو انجام بدید. الان اینجا تو این مورد من باید این حلقه رو ساسونش رو ببندم، انتقالش بدم به یه جایی که بتونم کار رو پیش ببرم. حالا من به خاطر اینکه مسیر الگو سازیم بهتر پیش بره، انتقالش میدم به سرشانه. تو این مرحله ما باید هلال حلقه الگومون رو
باز هم با متر ایستاده از انتهای سرشانه تا کف حلقه اندازه گیری کنیم. وقتی میخواید این هلال رو اندازه بگیرید 0 متر باید اینجا انتهای سرشانه قرار بگیره، مسیر حلقه رو طی میکنه تا برسه به کف حلقه. اینجا یه عدد برای پشت داریم که مینویسیمش، برای قسمت جلو هم 0 متر انتهای سرشانه است. مسیر حلقه رو طی میکنه تا کف حلقه و اینو هم باز اندازش رو یادداشت میکنیم. حالا ما 2 تا اندازه داریم، یکیش برای قسمت جلوه، یکیش برای قسمت پشته. این 2 تا اندازه رو با همدیگه جمع میزنیم و یک عدد به دست میاد. اون عدد میشه اندازه هلال حلقه الگو. ما اینجا یه عدد داشتیم برای آستینمون و یه عدد هم داریم برای حلقه الگومون. پس یه بار دیگه میگم جمع هلال حلقه جلو و پشت میشه، عدد نهاییش میشه عدد اندازه حلقه که من اینجا ازش اسم میبرم دیگه بدونید داستانش چی هست و چجوری به دست اومده. برای لباس خانوما همیشه الگوی آستین باید بزرگتر از حلقه باشه. اون میزان بزرگتر بودن آستین نسبت به حلقه توی تاج آستین خورد میخوره و به لباس وصل میشه و همین موضوع باعث میشه که تنخور آستین روی بدن، روی بازو و سرشانه قشنگتر باشه. حالا این که میزان بزرگتر بودن آستین نسبت به حلقه چقدر باشه برمیگرده به مدلمون و همچنین پارچه‌ای که داریم استفاده میکنیم. مثلا اگر دارید یه پارچه کشی استفاده میکنید و خب یه لباس فیت باهاش دوخت میکنید، میزان اضافی آستینتون نسبت به حلقتون بین عدد 0.5 تا 1 باشه کافیه. بیشتر از این لازم نیست. حتی اگر دقیقاً هم اندازه همدیگه هم باشه، توی لباس هایی که با پارچه کشی دوخته میشه و فیت بدن هست مشکلی به وجود نمیاره. اما بهتره که اون 0.5 تا 1 رو این آستین بزرگتر از حلقتون باشه، تنخورش قشنگتر میشه. اگر قرار باشه یه شمیز دوخت بکنید یا یه مانتو دوخت بکنید یا یه لباس مجلسی دوخت بکنید، چون که پارچه های ظریفی دارند، اگر آستینتون به اندازه 1 تا 1.5 بیشتر از حلقه باشه نتیجه خوبی به دست میاد. اما وقتی وارد لاین کت‌ها و خصوصا پالتوها میشیم دیگه باید میزان اضافه‌تر بودن این آستین نسبت به حلقه هم بیشتر باشه، چون پارچه هایی هم که اونجا داریم استفاده میکنیم متفاوته. پارچه ها ضخیم‌تره و نشستشون روی بدن تفاوت داره با پارچه هایی که ظریف هستن یا یه میزان کششی داخلشون هست. برای کت‌ها و پالتوها میزان اضافه‌تر بودن آستین نسبت به حلقه بین عدد 2، 2.5 و 3 اگر انتخاب بشه و لحاظ بشه نتیجه خوبی بهتون میده. حالا با در نظر گرفتن این که شما در ابتدا الگوتون رو بر حسب مدلتون به درستی رسم کردین، میزان آزادی‌ها و همه چی رو درست در نظر گرفتین و میدونید که میخواید چه میزان، چه اندازه‌ای بر حسب مدل آستینتون بزرگتر از حلقتون در نظر گرفته بشه، میریم سراغ کنترل هایی که باید انجام بدیم و اصلاحات مورد نیازش. تو این آموزش برای اینکه مطلب بهتر جا بیفته من آستین رو فرض میکنم که عددش 50 باشه، برای همه حالت ها از همین عدد استفاده میکنم. اعدادی که برای حلقه استفاده میشه رو کم و زیادش میکنم و برای همشون هم فرض بر اینه که من میخوام آستینم 2 سانتی متر بزرگتر از حلقه بشه در همه حالتهاش. من دیگه الگوی آستین رو کنار میذارم، میریم سراغ حالتهای مختلف. اولین حالتی که اینجا ممکنه به وجود بیاد این هستش که شما عددی که برای آستینتون به دست میارید بیشتر از عددی باشه که برای حلقه به دست میارید. حتما حواستون باشه، گفتم عددی که برای حلقه به دست میاد جمع حلقه جلو و پشت منظورم هستا. اگر عدد آستین بیشتر از حلقه بود توی 3 حالت ممکنه این مسئله به وجود بیاد. حالت اولش این هستش که فرض کنید ما میخواستیم عدد آستین 50 باشه و عدد حلقه‌ای که به دست اومده 48 باشه. خب دقیقاً همون 2 سانت مد نظر من اختلاف وجود داره. تو این حالت
دیگه کاری با الگو نداریم. اختلافش همون چیزی هستش که ما میخواستیم. خیلی خوش شانس بودیم که به دست اومده. خب حالت بعدیش میتونه اینجوری باشه که اگر آستین شما 50 باشه همچنان بیشتر از حلقه باشه ولی عددی که برای حلقه به دست اومده 45 باشه. اختلافشون اینجا چقدره؟ 5 سانته. در حالی که من میخواستم آستین فقط 2 سانت بزرگتر از حلقه باشه. تو این مورد در واقع حلقه الگوی من کوچکتر از اون چیزیه که باید باشه و اون چیزی که من میخواستم باشه. پس وقتی که حلقه کوچکتره من برای اینکه برسونمش به اون عدد مورد نظرم، یعنی من میخواستم آستینم فقط 2 سانت بزرگتر از حلقه باشه، پس حلقه باید چقدر میشده؟ 48 میشده. الان 45. من برای اینکه برسونمش به این عدد 48 باید چیکار کنم؟ باید حلقه‌مو یکمی بزرگترش کنم. حلقه کوچیکه، باید بازتر بشه. برای اینکه حلقه بازتر بشه ما با استفاده از یک گونیا نسبت به خط کف حلقه یک سمت گونیا رو قرار میدیم از این انتهای حلقمون به سمت پایین به صورت گونیا شده یک خط میکشیم، هم در جلو هم در پشت. تو این مرحله باید نیم سانت یا 1 سانت کف حلقه رو بیاریم پایین، هلال حلقه جدید رو بکشیم، دوتاشون رو با هم دیگه و دوتاشون رو اندازه بگیریم، جمع بزنیم تا برسیم به اون عدد مورد نظرمون. حالا اینجا عدد مورد نظرمون چقدر بوده؟ 48 بوده. برای حلقه اون میخوایم بشه 48. الان 45، یعنی کوچیکه، باید بیاریمش پایین‌تر که حلقه بازتر بشه، عددش بیشتر بشه. حالا ممکنه با همون حلقه اولیه که میای پایین رسم میکنی برسی به اون نتیجه، ممکنه یه بار بکشی، هنوز باید یه بار دیگه هم بیارش پایین‌تر. پس اینو دیگه باید انقدر انجامش بدین تا برسید به اون نتیجه مطلوب. حواستون باشه عددی که در الگوی جلو میایید پایین فرض کن 1 باشه. خب این عدد دقیقاً همون عدد در الگوی پشت باید استفاده بشه. 1 باید بیای پایین. اینجوری نیست که شما مثلا جلو رو 1 بیای پشت و نیم بیای پایین. هر دوتاش با هم دیگه میاد پایین و هر دوتاش یه عدد میاد پایین. اینو حتما حواستون باشه، چون اگه این کارو نکنید پهلو با مشکل مواجه میشه، کم و زیاد میشه. وقتی که اینو میایید پایین بهتره که یه دونه خط پهلوی فرضی بکشید، یعنی از این علامتی که اینجا دارید تا خط کمر یه خط پهلو میکشی، بعد گونیاتو نسبت به این خط پهلوی جدیدت قرار میدی. میبینید 0 گونیا هم دقیقا همین جایی هستش که علامت زدم. به اندازه یه 2 سانتی 2.5 به صورت صاف میای جلو، از اینجا حلقت رو طراحی میکنی. حتما حواستون باشه که خط کارور تو این مورد نباید جابجا بشه. این خط کف حلقتونه که بالا و پایین میشه و این قسمت پایین حلقه اصلاح میشه. در این حالت ما خط کف حلقه رو پایین آوردیم. حالا دوباره باید با متر ایستاده اندازه گیری بکنیم. اگر به اون عدد مورد نظر رسیده بودیم که خیلی خوب، اگر نرسیده بودیم نیاز بود بازم میاریمش پایین تر. فرض کنید حالا ما به اون عدد مورد نظر رسیدیم. پس خط کف حلقه جدیدمون میشه همین نقطه‌ای که روی این خط گونیا شده کشیدیم. اینجا میشه انتهای کف حلقمون. حتی ممکنه از اون خط پهلوی اولیه‌ای که داشتیم بیرون تر باشه، یه چیز طبیعیه دیگه. خب خط پهلو کجه، ما هم داریم اینو گونیا شده نسبت به اون انتهای کف حلقه اصلیمون میایم پایین‌تر. پس یه چیز طبیعیه که نسبت به این خط کج این قسمت یکم بیرون تر باشه، اصلا عادیه. اینو در نظر میگیری دیگه، میای خط پهلوی جدیدتو میکشی. این میشه خط پهلوی جدیدت. حالا یه حالت دیگه هم ممکنه به وجود بیاد. ممکنه آستین ما عددش 50 باشه و بزرگتر از حلقه باشه، اما حلقه رو وقتی اندازه گرفتیم بشه 49 سانتی متر. یعنی الان آستین بزرگتر هست ولی چقدر؟ 1 سانت. عددی که من میخواستم چقدر بوده؟ 2 سانت. از اون چیزی که من میخواستم کمتر. تو این حالت یعنی حلقه الگوی من بزرگتر از اون چیزی که باید باشه، دقیقاً برعکس این. پس حلقه الگومو باید کوچیک کنم.
جمع‌ترش کنم تا عددش کوچیک‌تر بشه. برای این کار دقیقاً برعکس این چیزی که اینجا انجام دادیم، گونیا رو نسبت به خط کف حلقه اصلیمون میذاریم، به سمت بالا یک خط میکشیم. بعد روی این خطی که به سمت بالا کشیدیم، به اندازه مورد نظر، به اندازه که لازم باشه، میریم به سمت بالاتر، یه علامت مشخص میکنیم. هم در الگوی جلو، هم در الگوی پشت، هر دوتاش یک عدد باید باشه. اگه اینجا نیم میری، اینجا هم نیم. یک میری، اینجا هم یک. میریم به سمت بالا، علامت مشخص میکنیم، حلقه جدیدمون رو میکشیم. اینجا میشه جایگاه کف حلقه جدید من بر اساس این چیزی که الان میخواستم پیش بره. از اینجا دوباره نسبت به خط کمر، خط پهلوی جدیدم رو میکشم. اگر این عدد خط بالایی خط مورد نظر من بشه، تو این حالت سومی که گفتم، اینجا دیگه میشه خط پهلوی من، کف حلقه من، و پهلو رو بر حسب این میکشم. حتما یادتون باشه هر بار که اینو جابجا میکنید باید یه بار اندازه بگیرید، جمعش بزنید جلو و پشت رو، ببینید به اون عدد مورد نظر رسیدین یا نه. هر چقدر احتیاج باشه باید کم و زیادش کنید اینو. پس بزرگتر بودن آستین نسبت به حلقه خودش 3 حالت داشت. حالت بعدی اینه که آستین با حلقه هر دوتاش یه اندازه باشه، با همدیگه مساوی باشن. تو این حالت یعنی ما باید حلقه رو ببریم به سمت بالاتر، یعنی کف حلقمون رو ببریم بالاتر تا هلال حلقه کوچکتر بشه و عددی که اندازه گیری میکنیم عدد کمتری به دست بیاد. توی این مورد ما باید مثل همون مورد قبلی که توضیح دادم گونیا رو بذاریم اینجا، نسبت به کف حلقه اولیه یه خط به سمت بالا بکشیم، روی این خط به اندازه مورد نیاز به سمت بالا علامت میزنیم و هلال حلقمون رو میکشیم. با این کاری که انجام دادیم مسیر حلقه کوتاه‌تر میشه، در نتیجه عددی که اینجا ما اندازه گیری میکنیم کمتر میشه. این کار رو باید تا حدی انجام بدیم که عدد مورد نظرمون به دست بیاد. مثلا من میخواستم این بشه 48، حلقه بشه 48، پس اینو باید انقدر برم بالا که وقتی اینو اندازه میزنم جمع میزنم 48 بشه جمعشون. توی حالت بعدیمون اگر آستین کوچکتر از حلقه بشه، خب ما گفتیم که آستینمون میخوایم بزرگتر از حلقه باشه، درسته؟ اما اینجا تو این مورد چجوری شده؟ برعکسش شده، آستین کوچکتر از حلقه شده. پس اینجا حلقه ما بزرگه، باید کوچکش بکنیم تا عددی که اینجا به دست میاد کوچکتر از آستینمون بشه. برای اینکه کوچیکش کنیم چیکار میکنیم؟ حلقه رو میبریم به سمت بالاتر. دوباره همین کاری که اینجا انجام دادیم بر مورد قبلی انجام دادیم همونه. حالا ممکنه میزان بالا رفتنش متفاوت باشه، چون اینجا مساوی بود میزان کمتری رو ما باید میرفتیم بالاتر، حلقمون کمتر باید کوچیکتر میکردیم. ولی اینجا چون که این حلقه بزرگتر از آستینمون شده، طبیعتاً عدد بیشتری رو باید بریم به سمت بالا تا به اون نتیجه مطلوب برسیم. پس این حلقه سبز هم میشه برای این مورد. تو این آموزش به این نتیجه میرسیم که هر زمان احتیاج بود عدد حلقه رو کوچکتر بکنیم باید کف حلقه رو ببریم بالاتر و هر زمان احتیاج بود عدد حلقه رو بزرگتر کنیم باید کف حلقه رو بیاریمش پایینتر. این ویدیو هم به اتمام رسید. یه آموزش دیگه قبلا توی کانال آپلود کردم در مورد اصلاحات حلقه بود که توی تنخور آستین تأثیر مستقیم داره و اینجا براتون ویدیوشو میذارم. اگه دوست داشتید روی این ویدیو بزنید و آموزش رو ببینید، مطمئنم براتون کاربردی و مفید هستش. اگر این ویدیو رو دوست داشتین میتونید با لایک کردن از من حمایت کنید. اگر این دسته آموزش های خیاطی براتون کاربرد داره میتونید کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله رو هم فعال کنید که به محض آپلود شدن ویدیوهای بعدی بهتون اطلاع بده. تا درودی دیگر، بدرود.